و این کان ذو عسرة، اگر باشد امی شخصی که برش معامله قرض کردین، امی قرضدار، امی کسی قرضدار است، چی باشد؟ ذو عسرة، صاحب سختی، یعنی سختی که تنگ دست باشه، فقیر باشه، قرض برش داد 1 لک، پیسه تا نداره، یه چیز ندارم، پس شما چی کنین؟ فناظرتون، فعلیکم، به بالای شما لازم است الی میسره، تا این که او پیسه دار شود، سرمایه دار شود، زندگیش خوب شود. یعنی وقتش بتین تا وقت چی؟ یسر، آسانی و پیسه داری. در زمان اینجا مراد به بالای فرهنگ جاهلیت است. در زمان جاهلیت ای تو گپ بود، وقتی که یک کسی به کسی قرض میداد ماهانه سود میگرفت، الله او را منع کرد و گفت اصل مال بگیرین، سود نه. حالا ام 1 لک به کسی دادی، پیسه اصل هم نداره، میگه ندارم، چی میکنی؟ الله میگه اگر امی قرضدار ذو عسره بود، یعنی تنگ دست بود، پول پیسه نداره، شما چی کنین؟ فناظرتون، فعلیکم، لازم است به بالای شما که انتظار بکشین، مهلت بتین او را، الی میسره، تا این که پولدار شود، سرمایه دار، چیز پیسه پیدا کنه برتان بده، تا وقت آسانی را. اهل جاهلیت چی میگفت؟ وقتی که ما پورا میشد، پیسه را نمیداد، میگفت یا میتی یا فایده زیاد کن، شما ایتو نکنید. الله میگه بانین، و ان تصدقوا خیر لکم، اگر صدقه کنین همین قرض را، همین قرضی که هست، بازی بهتر است بر شما، این کنتم تعلمون، اگر شما میفهمید. چی معنی؟ اکثر یک کسی 1 لک روپیه داری، این ماه میتم، این ماه او سال نشد، صاحب پیسه دار نشد، که نشد، پس الله میگه که اگر صدقه کنین همین قرض بسیار ثواب داره. و اگر یک کسی برای 1 ماه یک کسی را قرض داد، برای 1 ماه، و این ندادش، بازی او برش وقت داد، دیگه ما در هر روزی که تیر میشه بر ازی ثواب میاد، به کسی که بر ازی قرض داده، هر روزی که تیر میشه بسیار امی قرض حسنه دادن بسیار ثواب داره. در این باره چند حدیث براتون بگویم. یک حدیثی است که ابی امامه روایت میکند، امام طبرانی حدیث آورده، قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه رسول الله فرمود، من سره، کسی که خوشحال میشه، ان یذله الله یوم لا ظل الا ظله فلییسر علی معسر، اگر کسی میخواهد که الله ایرا در سایه خود قرار بده، که در روز هیچ سایه نیست مگر سایه الله، روز قیامت سایه عرشش، فلییسر، یا آسانی کند، علی معسر، به کسی که تنگ دست است، فقیر است، قرضدارت است، آسانی کنم، بانا خیره تا که پیسه دار شد، او لیضع عنه، یا چی کنه؟ وضعی ببخشش، بیخیم و قرض برش ببخشه. توجه شنین؟ این یک حدیث. کسی میخواد در سایه عرش الله باشد، یا این نفر از این قرضدار است، یا مهلتش بتا، وقت بتش، یا که ببخشه، بیخی قرض ببخشه، ثواب داره. یک حدیث. دوم حدیثی هم حدیث ای بود. دوم حدیثی است که سلیمان ابن بریده است، پدرش روایت میکند، یه حدیث امام احمد آورده، سمعت النبی صلی الله علیه وسلم، این میگه من از رسول الله شنیدم، یقول که میگفت، من انظر معسرا یا معسرا، کسی که مهلت بتد یا کسی را که تنگ دست است، فقیر است، قرضدار است ولی پول نداره، مهلتش بتد، فله فی کل یوم مثل صدقه، سبحان الله، از برای ازی هر روز مثل این پول صدقه. 1 لک روپیه به کسی دادی، صبر میکنی، در یک روز 1 لک صدقه میشه. اگر 10,000 به کسی قرض دادی، هر روز که تیر میشه 10,000 چی حساب میشه؟ صدقه. سبحان الله، چقدر درجه داره. یکم تو میگه فلانی قرضدارم است، هیچ بر من نداده، نمیته، او نداره، داره نمیته، گناهگار است، او را میگیری، ولی ندارم، میگه ندارم، و تو صبر میکنی، هر روز با اونمو اندازه که مال دادیش، گویا که هر روز صدقه کردی در راه الله. چقدر ثواب داره همین قرض دادن، نه به یک مسلمان.
قال ثم سمعته بعد میگه شنیدم یقول میگه من انذر معسرا کسی که به یک تندرس مهلت بده فله بكل یوم مثلا و صدقه از برای از هر روز دو چند صدقه دو چند همی پولش. در دیگر روایتی است قلت میگه ما برش گفتم که سمعتو که ما از تو شنیدم یا رسول الله تقول میگفتی من انذر معسرا کسی که به یک تندرس مهلت بده انتظار بکشه فله بكل یوم مثل صدقه مثل ازی صدقه است یعنی مثل امی مال. ثم سمعتو که باز ما شنیدم تقولو که تو میگفتی پیامبر صلی الله میگه که من انذر معسرا فله بكل یوم مثلا و صدقه در هر روز دو چند صدقه است. کدام؟ قال می رسول الله گفت له لكل یوم مثله صدقه قبل یحل الدین از برای ازی که کسی قرض داده مثل صدقه است پیش ازی که وقت دین و قرض پوره شود. اما وقتی که پوره شد فاذا حل الدین وقتی که وقت قرض پوره شد فانذره مهلتش بتی یا فانذره مهلتش بتا فلو بكل یوم مثلا و صدقه. سبحان الله دو چند صدقه میسای کنیم. این رسول الله هم گفت که کسی را مهلت بتا یک چند صدقه است. باز گفت دو چند. بازی صحابی پرسان کرد که یا رسول الله یک بار یک چند گفتی دیگه بار دو چند کدام میسایی؟ صحابه بسیار پشت صحابی میگشتن. باز رسول الله هم گفت یک کسی به کسی قرض بتا برای 6 ماه تا اینکه وقت 6 ماه پوره شوه امی هر روز به اندازه مالی صدقه شمار شده میره صدقه ثوابه یک چند مالش. زمانی که وقت قرض پوره شد بعد از این برش وقت داشت با دو چند صدقه شمار میشه. این قرض دادن به کسی و انتظار کشیدن یک ثواب داره. دیگه حدیث است که یا حدیث در صحیح مسلم است محمد بن کعب قرظی میگه ان ابا قتاده کان له دین علی رجل ابا قتاده صحابی یک دین داشت با بالا یک مردی قرض داشت و کان یاتی یتقاضا و امی آدم میامد تقاضا میکرد که قرض مرا بده قرض ما بده فیختبئ منه و امی قرضدار خود پنهان میکرد نداشت نه فوری که میدید فوت میشد خانه است نه. فجاء ذات یوم یک روز میگه آمد در خانهش فخرج سبیون یک طفل بیرون شد. کجاست؟ طفل برآمد فسأله عنه سوالش کرد که کجاست قرضدار ما نامم نفر گرفت فقال گفت نعم هو فی البیت گفت بلی در خانه است یأکل میخوره خزیرتن یک خوراک است و گفت از در خانه؟ گفت بلی است. طفل آخه نمیفهمن نه شاید تو گفته باشدش کرد برو بگو نیستی گفته باشه که پدرم میگه برو بگو نیست فهمید سرش فنادا و آوازش کرد بیا فقال گفت یا فلان ای فلانی اخرج یه حدیث سیده مسلمه بیرون شو فقط اخبرت انک ها هنا گفت با من خبر داده شد تا میجا هستی برای دیگه خود پنهان کردن نمیتون در خانه هستی برای قرض بده. فخرج الیه این آدم بیرون شد حالا گیر آمد دیگه که بیرون شد فقال برش گفت ما یغبی کنی چیز تو را غایب ساخت چرا قواخ از ما پود بری نمیبرامدی؟ فقال گفت اینی معسرون یا معسرون ما تنگ دست هستم ما گفت چیز ندارم ما پیسه ندارم به این خواهد شرم پنهان میشن ولیس عندی شین ما چیز ندارم. باز میگه کسی قرض داده صحابی قال گفت که الله انک معسر آیا قسم بخو به الله که تو معسر تنگ دست هستی واقعا چیز نداری پیسه یا دروغ میگی؟ قال گفت نعم یعنی قسم است که ما پیسه ندارم به می خاطر پنهان شده این خب معذور است بیچاره. فبکا ابو قتاده میگه ابو قتاده که به این قرض داده بود گریان واقعا تنگ دست چرا گریان کرد؟ ثم قال بعد از گریان گفت که سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم ما از رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول که میگفت من نفس عن غریمه او محى عنه كان في ظل العرش يوم القيامه. سبحان الله کسی که دور بکند عن غریمه از قرضدارش یک مشکلش حل کند یعنی زود نطلبه او محو عنه یا محو کنه بیخی ببخشه بگه بخشیدم یا برش وقت بته
کان فی ظل العرش یوم القیامه، در روز قیامت در سایه عرش الله می باشه. سبحان الله. رواه مسلم فی صحیح، امام مسلم یا روایت کرد. خو آدم خدا پنهان کرد تا که پیداش کرد. بازی حدیث چرا برش گفت؟ یعنی که گفت مال ما بر تو وقت میدم یا می بخشم. بته برای کسی قرض که دادید هر روز که تیر میشه مثل زمین پیسه صدقه است بر یک آدم نیک میهنه. حال کسی نمیتن همین سود که هست همین تو خرابی میکنه. بانک سودی که برآمد کسی میگه چرا با تو پیسه را قرض بتم در بانک نپرتم که چوچه نکنه و زیاد نشنه. تو قرض خب با من سود نمیتی. اینی خراب کرده مردم. قرض دادی هر روز تیر میشه 1 لک قرض دادی 1 لک ثواب 1 لک چقدر زیاد. باز وقتش که پوره شد نداد دو چند 2 لک اگه 10,000 بود 20,000 برات میرسه روزانه ثوابش. حذیفه حدیث دیگر روایت میکند قال یه حدیث اگر که دراز است قال رسول الله أتي الله بعبد من عبيد يوم القيامة قال ماذا عملت لي في الدنيا؟ قال ما عملت لك يا رب مثقال ذرة في الدنيا أرجوك بها. قال 3 مرات. قال العبد عند آخرها يا رب إنك كنت أعطيتني فضل مال وكنت رجلا أبايع الناس وكان من خلقي الجواز فكنت أيسر ويسر على الموسر وأنظر معسرا. قال فيقول الله وجل أنا حق من ييسر أدخل الجنة. سبحان الله. أخرج البخاري ومسلم. امام بخاری مسلم حدیث دیگر آورده که ابن کثیر آورده گیست. میگه آورده میشه در روز قیامت به یک بنده مومن، یک بنده الله در روز قیامت آورده میشه. قال الله برش میگه ماذا عملت لی فی الدنیا، بخاطر ما در دنیا چی عمل کردی، چی کار نیک کردی؟ فقال ای آدم میگه ما عملت لك یا رب مثقال ذره فی الدنیا، هیچ یک ذره عمل نکردیم، یک ذره عمل نیکی نکردیم ما در دنیا. ارجوک بها، لیکن امید دارم ما که تو مرا ببخشی. عمل نیک نکردیم ولی امید دارم. 3 مرتبه ای را میگه عمل نیک نکردیم امید دارم. قال العبد ان آخرها، در آخرش باز الله برش میگه که چی کار کردی به خاطر ما. بازی میگه که اینتو چیزی نکردیم، باز میگه به خاطر ما چی کار کردی. الله برش میگه در آخر بازی بنده چی میگه؟ یا رب انک کنت قد اعطیتنی فضل مال، یا الله تو به من مال زیاد دادی و کنت رجلا ابایع الناس، من به مردم خرید و فروش میکردم، تجارت میکردم. و کان من خلقی الجواز، اخلاق ما بود تیر شدن، یعنی کسی اگه نمیداشت تیر میشدم، پیسه را برش میدادم، اگه نمیداشت میبخشیدم. بتیم پیسه ما ندارم برو بخشیدم. فکنتم میگه ما بودم جوازی که اخلاقم بخششویی بود. چی میکردم؟ ویسرو علی الموسر، با سرمایدار آسانی میگرفتم و انظر الموسر و تنگ دستا مهلت میدادم پیسه ما بیار. قال میگه الله عیسی میگه که فیقول الله عز وجل، الله میگوید که انا احق من یسر، ما بسیار حقدار هستم که آسانی بیارم. تو سر بنده آسانی آوردی، ما هم آسانی میارم. ادخل الجنه، داخل شو در جنه، تو آسانی آورد. یعنی اسلام تنها یک بخش نیست، نه هر بخش اسلام 3 بخش معاملات میکنی آسانی میاری. حتی در خرید و فروش تجارت و کسی قرضدارت است آسانی میاری، الله تو را جنت میبره. دیگه حدیث است امام بخاری، لفظ بخاری است که ابو هریره روایت کرده که قال از رسول الله گفت کان تاجر یداین الناس، یک تاجر در امتای سابقه بود که معامله میکرد با امرای مردم، یک تاجر بود. و اذا را موسرا، وقتی که تنگ دست میدید قال لفتیانه، میگفت برای خدمتگارای خود تجاوزوا عنه، تیر شوین، لعل الله یتجاوز عنا، شاید الله از ما تیر شو، از گناه ما، شما از قرض ازی تیر شوین. فتجاوز الله عنه، میگه الله از گناه ازی تیر شو. یعنی سرمایه دارا حالی که میری قرض نمیتنی، مردم میگه عروسی دارم، این مشکل دارم، اون مشکل دارم، هیچ سرمایه دار قرض بده همین تو نیکی کنه. اگر او آدم فقیر داشت میتا یا نداشت ببخشه،
این الله گناه زیر در روز قیامت عفو میکنه و این در جنت اولا میبره، این در جهنم نمیبرش. سعی کن این کارم، این ثوابا را سعی کن. دیگه حدیث صحیح الاسناد است که سهل ابن حنیف روایت میکنه، حاکم در مستدرکش که ان سهلا حدثه، سهل میگه از این حدیث بیان کردن رسول الله قال و مسلم گفت من اعان مجاهدا فی سبیل الله، کسی کمک کنه یک مجاهدی که در راه الله جهاد میکنه، او غازیان یا غازی را که غزا میکند این را کمک کنه، او غارمن یا قرضدار فی اسرتی در سختیش، مثلا پیسه بده یا ببخشش، او مکاتبا فی رقبت یا مکاتب غلام است کار میکنه آزادش کنه، اظله الله فی ظله، الله ای را در سایه خود داخل میکند، یوم لا ظل الا ظل، و روزی که سایه نیست مگر سایه عرش الله. صحیح الاسناد، سند صحیح است. یک حدیث دیگه هم صحیح است که اگر که امام احمد از عبدالله بن عمر است، قال رسول الله صلی الله علیه و آله گفت من اراد ان تستجاب دعوته، کسی اراده میکنه دعایش قبول شود، و ان تکشف کربته، مصیبتایش دور شود، فلیفرج عن معسر، کسی که تنگ دست است برای از او فراخی بیاره، یعنی قرض نطلبت پیش وقتش بده یا ببخشش. حال یادم آمد که این نفر از ما قرضدار است، حال یادم آمد که این نفر قرضدار است، چند بار گفتیم هم نداشتم، بسیار وقت شد، چه خیلی ثواب داشتم ولی گفتیم نداره، خیر است برو باشه، کم است، اگر که زیاد هم نیست، چند هزار است، چنگام تا دیگه هم بوده میده. این قدرجه داشته، یعنی قرض دادن، نه 10,000 20,000 قرض میتی، 30,000 50,000، هر روزی که تیر میشه مثل از صدقه برات میاد، ثواب میاد، پیسیت هم در جای خود. یعنی اگم تو پیسه خود در بانک میپرتنی، چرا در بانک میپرتنی؟ بانک هیچ دینی تو جای باشه که برات بیاد، ثوابش بیاد، نه؟ و دیگه حدیث است که در این باره بسیار احادیث صحیح را ابن کثیر تفسیرش خوبیش همیست که احادیث یه را جمع میکنند. پس اما قدر کفایت میکنه که ما شما باید چی کنیم؟ یعنی شما میشه در آینده سرمایه دار شوین، یا کسی میاد قرض داره چیز نداره، خب کمکش کنیم، این بسیار درجه داره. واتقوا یوما ترجعون فیه الی الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. واتقوا بترسین یوما، از روزی که ترجعون فیه الی الله، بازگشت میکنین شما در این روز به طرف الله، ثم توفى كل نفس، باز پورا داده میشه هر انسان ما کسبت، اما اعمالی را کسب کردگیست جزای عملش، و هم لا یظلمون، و اینا ظلم نمیشن به بالایشان. واتقوا احذروا بترسین یوما، از روزی بترسین که ترجعون، زود است که شما بازگشت کنین، رجوع کنین، فیه در امو روز الی الله، به طرف الله، به طرف ربتان میرین. او کدام روز است؟ روز قیامت. یعنی از روز قیامت بترسین، چه معنی؟ در دنیا عمل کنین تا که اونجا حساب برتان آسان شود، نافرمانی الله را نکن. در اینجا تخویف از به عذاب آخرت، عمل بکنین، یاد بگیرین اسلام، عمل بکنین، قرآن یاد بگیرین. ثم توفا، و در اون روز که پیش الله رفتین پورا داده میشه، هر انسان پورا داده میشه ما کسبت، جزای و اعمال را کسب کرده، بد کرده بد، خوب کرده خوب، و هم لا یظلمون، با بالای مردم ظلم نمیشه، ظلم نمیشه. ظلم چی؟ یعنی ثوابش کم نمیشه، یا اگه گناه نکرده جزا داده نمیشه، ظلم میدیم، گناه نکرده جزا داده نمیشه، کار خیر انجام داده ثوابش کم نمیشه، پورا جزای عملش ثوابش داده میشه، اجرش، پاداشش، نعمتها. آیت جامعی است که آخری آیت از عبدالله بن عباس میگه به نزول ازی میگه وحی قطع شد، این آخری آیت است، آخری آیت، آخری سورت سورت نصر است، اذا جاء نصر الله من حیث سوره، آخری آیت قرآن کدام است؟ این می آیت. بعد از این دیگه آیت نازل نشده. رسول الله ابن کثیر میگه که قد عاش النبی بعد نزول 9 لیال، 9 روز میگه رسول الله زندگی داشت، ثم انتقل الى الرفیق الاعلی، بعد به طرف رفیق اعلی در جماعت بلند به طرف الله رفت.
بعضی میگه 25 روز، بعضی میگه 5 روز. این آخری آیت بود. آخری آیت این بود قیامت یادتان نره، دوباره زنده شدن، بر از او توجه کنید.